هدف هم یک چیز است که ما با تمام راه واسطه صفت تعلیم و تدریس را بلند برداریم. بسیار پست است آزیران. در بعض شهر نایا، در بعض مؤسسه‌های تعلیمی البته وزمین است، دشوار است، لیکن علاج دیگر نیست. همه ما باید وطن ما تاجیکستان است، تاجیک هستیم، تاجیکستانی هستیم، زادگاه دیگر نداریم. از پدر باباها و باباکلان ما میراث ماند رفتن. ما نیز زحمت کشیم که برای آبادی دولت و وطن خودمان حصه‌گزار باشیم. همین خیلی دنیا را آمد رفتش هنر نیست. زندگی هر خیلی میگذرد، با بدی هم میگذرد، با نیکی هم میگذرد. لیکن با نیکی خوبتر است. یک نشانه، یک کاری خیر، یک کاری ثواب، یک ملک آباد ماندن خوب است. نسل‌های جوان آینده با آمده وقتی بس مشکلی ها را ما سبک میکنیم آنها با ادامه میتن میشه تاجیکستان با کشورهای متمدن برابر. اگر نکردیم چی میشود؟ اگر نیروهای برقی آبی راغون را میگفتیم پول نداریم، نمیتوانیم، میترسیدیم، نمیساختیم، نمیشد. یکی این روز بین ما در عرفه با استفاده دی اگریگات سیایی به نیروها هستیم. 99.9% ساختمانچان خودی تاجیک‌ها است. ما همه مسئولیت را داریم. بیاید بایگری کلان داریم. بعضا شاید کارات تکنولوژی آورده خودی اشیای خودی ما را کار کرده برآورده است. در بازار جوان طلبات خیلی زیاد است. با تکنولوژی حاضر زمان واری کرده صنعتی سبک صنعتی دیگر متخصصان نداریم که در آنجا کار کنند. از خارج متخصص مبلغی کلان قد وقت در کار اقتصادیات که رشد کند ارتش تاسیس داده ایستادیم سرده مستحکم کرده ما در کار خودی همین سال ما 90 دیدبانگاه سرحدی ساخته به استفاده میدیم. این در مبلغ در کار، این در مسئله ساختمان در کار، یراق اسیه در کار، سرباز در کار، آن را خرانده پشانده در کار است، خواننده در کار نداشتیم، یک سرباز نداشتیم. این تاریخ نمیماند. سالهای 90 ایروز چی؟ تربیه کردیست وقت در کار، زحمت در کار، فرزندان بننگ و بناموس در کار، بهار در کار، از تاجیکیت بودن خودش افتخار کند، وطن خود را دوست دارد، صدقاً دوست دارد، زبان قطعی با کار و رفتارش دوست دارد نشاند. اقلاً هر یک عائله خانه و در خودش درست کند. کجا ظاهر پرستی میکنیم نشان میدیم. بعضا یک پارچه زمینی که در نزد حولگیش ایستاده است کار فرموده نمیتوانند. اونایی که مهنت میکنند راحتشان میبینند. حتی از زمینی نزد حولگی زمینهای پرزیدنتی از ما آموزگارا وابستگی دارد. آینده دولت در دست شماست. شما تربیت میکنید. سالهای جنگ شهروندی چی گفتن؟ شعار اکستریمیستان چی بود؟ یکی شعارشان چی بود؟ نان محرم خوردن درست نیست. برای چی؟ آنها ضد سوادناکی ملت بودند. وقتی ملت با سواد است پیش کی میرود؟ نزد کی؟ عقل دارد، سواد دارد، سیاه از سفید فرق میکند. رئیسان شهر نایا ولایت پیش از همه به ساحه اجتماعی دقت اولین درجه دید، به ساحه معارف و تندرستی و شرایط زیست و زندگی مردم، محیط، کارهای آبادانی، بنیاد کردن کارخانه‌های خردی 3 سالی، مهیا کردن جاهای نوی کارهای برای مردم، برای جوانان. اقلا لباس خودمان دوزیم. مطرح من در کارخانه بزرگترین در جمهوری بنیاد کردیم. متا هست، دوزنده در کار، ماشینکا داریم، هنری دختر در کار. از اون سر لباسی کودکی سر کنیم. خودمان را تعمیق از بیرون نیاریم، خودمان دوزیم. 1000 نفر در جای دوزندگی دوزنده کارگر نمیرسد. در راه ساختمان راه قلعه خونبنج قریب 200 نفر کارگر نمیرسد. در خانمان بسیار حسی بلندی ملی داشتن در کار، حسی وطن دوستی داشتن در کار.
از استقلالات آزادی شکرانه کنیم. ما تاجیک‌ها در عرصه بین المللی وطن خود را داریم، دولت آزادی خود را داریم. در تمام سازمان‌های بین المللی برابر کشورهای ابرقدرت یک آواز داریم. تاجیک‌ها را در عرصه بین المللی نه اینکه میشناسند، اعتراف کردند. تشبس‌های دولت تاجیکان را پنجم تشبس سطح بین المللی تاجیکان را در سازمان ملل متحد با دستگیری قریب 200 دولت دنیا دستگیری قطعنامه قبول کردند. 10 ساله عمل برای آب عملی شده ایستاده تا سال 28. اینم تشبس تاجیکستان. مرحمت. Ассаламу алейкум. Салом алейкум. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Ман Умеда Шокирова, номзади илми тиб, мудири кафедраи акушерӣ ва гинекологии донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон мебошам. нахуст қадами мубораки шуморо дар ин даргоҳи илму маърифат, донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон аз номи ҳайати профессорону омӯзгорон самимона хайрамақдам мегӯям. ин лаҳзаҳо бароям хеле гуворо, ҳассос ва фараҳбахшанд. зеро маро шарафи бузурге насиб гардида буд, ки ҳанӯз соли 2009 ҳангоми донишҷӯи курси сеюм буданам, зимни таҷлили ҷашни 70-солагии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино иштирок намуда дар назди шумо суханронӣ намоям. хушбахтона ҳамон рӯз ҳамчун яке аз донишҷӯёни аълохон ба таваҷҷӯҳи шумо сазовор гаштам. шумо мақомоти дахлдор ва шахсони масъулро вазифадор намудед, ки ба тарбияи ман ва ман бар ин ҷавонони болаёқат диққати ҷиддӣ диҳам. ин чанд лаҳзаи гуворову хотирмон бароям тақдирсоз гаштанд. зеро бароям тамоми дарҳо кушода шуданд. барои рушду камолоти маънавиам шароитҳои мусоид фароҳам омаданд. маҳз ҳидояту раҳнамоии шумо, пешвои муаззами миллат, маро ба омӯхтани илму дониш, ҷустуҷӯ ва пажӯҳиш водор намуд ва ман соли 2013 донишгоҳи тиббиро бо дипломи аъло ва соли 2015 ординатураи клиникиро аз рӯи ихтисоси акушерӣ ва гинекологӣ хатм намудам. ҳамзамон забонҳои англисиву олмониро аз худ намуда. дар кишварҳои тараққиёфтаи ҷаҳон олмон, италия, ҷумҳурии халқии чин, кипр ва федератсияи Россия таҳсил ва таҷрибаомӯзиро идома додам. баъдан рисолаи илмии номзадиамро соли 2021 бо муваффақият ҳимоя намудам. муҳтарам ҷаноби олӣ, ҳангоми таҳсилу таҷрибаомӯзӣ дар кишварҳои пешрафта, дар донишгоҳу клиникаҳои замонавӣ фаъолият намуда, аз мутахассисони сатҳи ҷаҳонӣ сабақ гирифтам ва новобаста аз пешниҳодҳо боре ҳам фикри тамоман дар ҳамон кишварҳо монданро накардам, зеро дар гӯшам дастуру ҳидоятҳои шумо, пешвои муаззами миллат, ки мутахассиси хуб шуда омада ба халқи азизам хизмат кардан буд, садо медоданд. зиёда аз ин, садоқати шумо, муҳтарам ҷаноби олӣ ва Тоҷикистони азиз, ки мактаби олии ватанпарастиву миҳандӯстӣ барои ҷавонони бунёдкор мебошад, маро водор намуд, ки баъди такмили дониш, табодули таҷриба ба ватани азизам Тоҷикистони биҳиштосо баргардам, то дар хизмати халқи азизам, дар дифои саломатии мардуми кишварам саҳмгузор бошам. муҳтарам ҷаноби олӣ, шумо борҳо дар суханрониҳоятон қайд намудаед, ки саломатии миллат боигарии давлат аст. дар ин замина дар мамлакат ба соҳаи тандурустӣ ва омода намудани мутахассисони соҳаи тиб таваҷҷӯҳи зиёде зоҳир мегардад. сохта ба истифода дода шудани ин бинои ба тамоми стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ далели гуфтаҳои болост. ҷавобан ба ин ғамхориву пуштибониҳои шумо, пешвои муаззами миллат, мо кормандони донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон ваъда медиҳем, ки ба мардуми Тоҷикистони азиз содиқона хизмат намуда, дар тайёр намудани мутахассисони баланд ихтисоси соҳаи тиб,
که واقعا وارثانی ارزنده سینای بزرگ باشند سهمگذار خواهیم بود. محترم جناب عالی، 14 سال قبل در حضور شما بیت اسدی شیرازی را قرائت نموده بودم. امروز باز میخواهم که همان مصرع ها را از نو برایتان خوانم. بخت بازآید از آن در که یکی چون تو درآید. چهره پاکی تو دیدن دری دولت بکشاید. صبری بسیار بباید پدری پیری فلک را که زینو و مادری گیتی چو تو فرزند بزاید. تشکر برای دقتتان. خب دکتر جان مقصدت چی است آینده؟ در تربیه نمودن متخصصان بلند اختصاص ساحه طب سهمگذار خواهم بود و برای طبابت و تشخیص گذاری و طبابت بیماران سهمگذار خواهم بود. ما یک نقشه داریم خفای بینای اساسی ده. یک تولد قوره وزیر زمان از سالی آینده ساختمان را سر میشد و این یک سال یک نیم ساله به استفاده میتیم. رکتر است عبیدالله تربیه کن، هم کار کن، هم کاری ویوسته اختصاص تا ادامتی، هم در تربیه کردن خودت بین چقدر اذیت کشیده و کردی. الان خود چه طلب باش. شخصای تصادفی باید تحصیل نکنند. متخصص نیار که منم مثل خودت آینده و بینی زبان خارجی را دارن اینا بیشترش بری کاره باید 4 ساعت 5 ساعت باید میکنن بعد میگردن. چند تا معاون داری؟ 4 تا؟ یک شای نه با نمی کسی آخه ناز میشوی همه شا میدونه چی کار دا مشغولن چی کار را میکنن میخونن نمیخونن ناز میدونن یاردم چی میشه؟ میشودی؟ معاون تا اینش نه ترس جای تو دا نمیمانه. من با جای تو تعیین نمیکنم نه که حاضر معاون کار کند یاد گیرد هم کار ده این کار نتوشتین که رواد کار کند هم معاون راهبری را یاد گیرد. موفقیت راضی کار کرده میتوانی؟ میتوانم جناب. آموزگارا خیلی تانه جا آموزگارای دانشگاه چند فایز بانوات تشکیل میکنه؟ 23. کم قبول میکنیم؟ همین دختره که مرا قبول میکنیم باعث ما نیست. دانشمند میشود تربیت کار کنی در یک جایی میداند آینده هم خیلی سوادش هست وایش هست. بعضا تجربه کاری کم داشتم در با هم با شما میجوشد تربیت ما هیچ کس از مادر یک بار دانش عالیمان نبرآمده است. خیلی یگان عالم از مادر عالم ما شده است نی؟ شنید با احترامی به اندازه و صمیمیت و محبت فرزندانه به شما اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان درود صمیمی کل جوانان و دانشجویان طبق کوتای پرزیدنتی تحصیل کننده را رسانیده قدم مبارک نکوی شما را به ناحیه فیضباری دنغره خیر مقدم میگویم. من ناصرزاده آزادما سعید سال 2021 طبق کوتای پرزیدنتی به دانشگاه دولتی دنغره از روی اختصاصی به حسابگیری بوغالتری تحلیل و اودیت داخل گردیده عین زمان در کورس سیوم تحصیل خود را دوام داده ایستادم. من از دوردستترین دهات ناحیه تیمورملیک می باشم که در زمان پیش از صاحب استقلالی و تا دوره تأسیس کوتاهای پرزیدنتی از دهات ناحیه ما یگان نفر دختر و مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی روانه کردن نمی شدند. محض در سیاست جوان پرورانه شما محترم جنابی عالی در ردیف هزارها تشبسها
کوتای پرزیدنتی برای جوانان شهر و ناحیه‌های دوردست کشور سال 1997 تأسیس گردید. تا امروز در دایره تشبث مذکور 437 نفر از آن جمله 265 نفر دختر از ناحیه ما صاحب کسب و اختصاص گردیده به وطن محبوبمان صافدلانه و صادقانه خدمت نموده ایستادند. من نیز پس از ختم دانشگاه به زادگاه هم برگشته همچون متخصص در پیشرفت و شکوفایی گوشه از تاجیکستان عزیز چون پیروی اصیل پیشوای معظم ملت سهم خود را خواهم گذاشت. ما جوانان و دانشجویان از شما سپاسگزاریم، با شما افتخار داریم و شما را دوست می‌داریم و در پهلوی شماییم. شعار شما تاجیکستان به پیش شعار تمام تاجیکان گشته است و آن را ما شعار همیشگی خود می‌دانیم. تاجیکستان به پیش، به پیش، به پیش. به شما موفقیت برای کار. تشکر. سلام و درودی صمیمانه عرض می‌نمایم به شما اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. من ظاهرزاده گلاندام خورشید، دانشجوی کورس سیوم فاکولته طبی دانشگاه دولتی طبی ختلان می باشم که سال 2021 با دستگیری و دستور به واسطه شما در اساس نقشه چاره‌بینی به دانشگاه داخل گردیده عین حال با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده ایستادم. هزاران بار شکرانه می نماییم از صلح و آسایشتگی کشور، از سازندگی و رشد و پیشرفت، از ترقیات روزافزون همه جانبه کشور عزیزمان و اینچنین از دستگیری و غمخوری های پیوسته شما محترم جناب عالی که به ما جوانان دوران صاحب استقلال چنین شرایط و امکانیت فراهم آورده اید. محترم پیشوای معظم ملت، صاحب معرفت بودن و علم آموختن، زبان آموزی کردن و دانش اندوختن، صاحب معلومات شدن و کسب آموزی کردن و به تحصیل فرا گرفته شدن دختران یکی از تدبیرهای اندیشیده شما می باشد. جهت خودآگاهی و خودشناسی، میهندوستی و دوراندیشی و باسوادی و میهنپرستی نسل نورس جامعه بود که دستاوردهای امروزه جوانان با ننگ و عار کشور ثمره این اندیشه های والای شما می باشد. همزمان لازم به ذکر خاص است که راه اندازی گردیدن آزمون های جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است. علم فروغ معرفت. تاجیکستان وطن عزیز من و تاجیکان آینه تاریخ ملت از اندیشه های دیگری سودمند شما بودند که تحولات علمی و فرهنگی بزرگ را در کشور به بار آوردند. مردم به خصوص جوانان را به کتاب آوردند، به اختراعکاری و نوآوری دست دادند، از تاریخ بای و پرغناوت ملت تاجیک با خبر گشتند و به این وسیله تحکرسی خودآگاهی و خودشناسی ملی را استواری دیگر بخشیده ایستادند. این تدبیرها، این اندیشه های والا، این دستور و هدایت های پیوسته شما محترم پرزیدنت محبوب کشور به نفع تمام قشر جامعه به خصوص ما جوانان آینده سازی ملت می باشد و با باوری می توان گفت که در رشد و نموی تاجیکستان عزیز ما نیز با اندوختن دانش‌های به طلبات زمان جوابگو سهم ارزنده خود را خواهیم گذاشت و چون طبیبان آینده، وارثان ابوعلی ابن سینای بزرگ، پیروان صادق پیشوای معظم ملت، خدمتگزار خلق و وطن خواهیم بود. با هم‌آوازی تمام دانشجویان دانشگاه دولتی طبی ختلان ابراز می‌دارم به شما که
سنا بر ملت و صدها سنا بر سروری ملت، سنا بر پیشوای و رهنمای و رهبری ملت، سنا بر ملتی با ننگ و عار و صاحب فرهنگ، سنا بر وارثی سامانی صلح‌آفر ملت. همیشه تنصیحت و سالم و تندرست و آسوده خاطر بمانید. پیشوای معظم تاجیکان جهان، از توجهتان سپاسگزارم. محترم پرزیدنت محبوب کشور. سلام و درود صمیمانه به شما. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. تشریف مبارک شما در آغاز سال تحصیل به دانشگاه دولتی طبی ختلان فرخنده بود. سلامت باشید. من برادزاده دلشادی دوران، دانشجوی کورس اولی فاکولته طبی دانشگاه دولتی طبی ختلان، سال روان طبق کوتا پرزیدنتی از ناحیه دنغره به دانشگاه مذکور داخل شدم. از کدام ده میشوی؟ از جامعه شهرک کوچه اسمت شریف. شهرک؟ مرحبا. محترم پیشوای ملت، من به حیث یک نفر از جوانان کشور و دانشجوی این بارگاه علم و معرفت نخست خود را سعادتمند و سرفراز می‌حسابم که امروز در تجلیل روز دانش و درس صلح امکان در حضور مبارک شما قرار گرفتن و سخن گفتن برایم میسر گردید. به شما جناب عالی جهت ارج گذاشتن و مورد اعتبار و احترام قرار دادن کار و فعالیت جوانان کشور که آنها را در آینده باعث رشد و پیشرفت و انکشاف و دگرگونسازی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و فرهنگی جامعه تاجیکستان می‌حسابد اظهار سپاس می‌نمایم. دستگیری و غمخواری پیوسته شما ما جوانان کشور را وظیفه‌دار می‌سازد که از شرایط و امکاناتی که برای ما فراهم آورده شده است ثمرناک استفاده برده نازکی‌های علم طب را از خود نماییم و در این زمینه فعالیت منبعده خود را برای سازندگی و بنیادکاری و بر منفعت ملت و میهن خویش روانه نماییم. مقصد نهایی ما جوانان پیش از همه به طور شایسته سزاوار شدن اعتماد شما، حمایه و پشتیبانی دستاوردهای استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، احیای ارزش‌های ملی، دستگیری سیاست دولت، دریافت راه‌های رسیدن به مقام بلند خودشناسی و خودآگاهی و امثال اینها بوده برای رسیدن به این هدف‌ها از تحت دل سعی خواهیم ورزید. من که دانشجوی سال اول دانشگاه مذکور هستم، قبل از همه به شما جناب عالی جهت افتتاح این بارگاه علم و معرفت اظهار سپاس می‌نمایم و از نام تمام دانشجویان کورس اول دانشگاه وعده می‌دهم که با بهای خوب و اعلی تحصیل خواهیم کرد. اینچنین بعد از ختم دانشگاه به خلق و وطن عزیز خویش صادقانه خدمت خواهیم نمود. برای توجهتان سپاسگزارم. کدام مکتب ختم کردی؟ مکتب رقم 4. 4؟ بله. نمیشه. بله. پیش همین دانشگاه. بله. بای اعلی باید خوانی. پسر کی میشه؟ نام پدرم دوران. ها؟ دوران نام پدرم. یکی مکتب 4 باشه پیش همین روپروی وای است. دست بایکن. بای اعلی خوان. پدر مادرت چیکار میکنه؟ پدرم استاد ماشین، مادرم خانشین. پسری کلانی هستی؟ بله. برای پسری کلانی باشه ناز کن. و شما موفقیت برای کار. تشکر زیاد. پیشنهاد دیگر نیست. با شما موفقیت و برای کار. سلامت باشید.